در ادامه همراه میشیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن به ما پیوستن. آقای محبی، همه چیز حکایت از این داره که بنیامین نتانیاهو به دنبال چراغ سبز دونالد ترامپ و حتی حمایت آمریکا از حمله مجدد به جمهوری اسلامی و به ایرانه. اما در شرایطی که یک آرامش نسبی برقرار شده و دونالد ترامپ تاکیدش به پایان دادن جنگ هاست، چقدر این کار آسونیه برای او؟ با سلام به شما و بینندگانتون. ببینید یه تفاوتی که این سفر آقای نتانیاهو نسبت به سفر قبل داره، اگه بخوایم مقایسه کنیم برای جلب رضایت آقای ترامپ برای درگیری دوباره با جمهوری اسلامی، تفاوت در این هست که برای دور اول که هدف اصلی اون مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، حضور فیزیکی آمریکا در جنگ حیاتی بوده. خب همونطور که گزارشگر برنامه‌تون اشاره کردن، برای هدفگیری سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زیر زمین بود نیاز به بمب سنگرشکن آمریکا بود. ولی در جریان این سفر به نظر میاد که هدف اصلی و نگرانی اصلی اسرائیل برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست و برای هدفگیری این برنامه هم لزوماً حضور مستقیم آمریکا نیاز نیست و من فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو بیشتر با هدف جلب رضایت آقای ترامپ برای پشتیبانی از آمریکا از اسرائیل برای یعنی برداشتتون اینه که به هر حال اسرائیل در سر داره که حملاتی رو دوباره در ایران انجام بده، چه آمریکا این حمایت رو داشته باشه، چه چراغ سبز دونالد ترامپ رو داشته باشه یا نه، اسرائیل این کار رو انجام خواهد داد. ببینید من فکر میکنم که روابط این دو کشور بسیار نزدیکه و آقای نتانیاهو هم رگ خواب دونالد ترامپ رو داره. اگه دقت کرده باشید هفته پیش گزارشی منتشر شده بود، یعنی مصاحبه تلویزیونی از آقای نتانیاهو که آقای نتانیاهو توضیح میده که رئیس جمهور ترامپ چطور تحت تاثیر عملیات‌های متعدد اسرائیل قرار گرفته و آقای ترامپ هم به حال یه عادتی داره که دلش بخواد همیشه در سمت برنده باشه و از آقای نتانیاهو سوال میپرسه که شما به این کشور به این کوچیکی چطور توانایی این نوع عملیات‌ها رو دارین؟ آقای نتانیاهو پاسخ میده که آمریکا شیر هست ولی ما گورکن عسلخوار هستیم، که در واقع نترس‌ترین حیوان روی زمین هست و به این نام مشخص است. یعنی اسرائیل به خاطر دفاع از موجودیتش مجبور هست که واکنش نشون بده و من فکر می‌کنم که آمریکا این مسئله رو به خوبی درک میکنه و فراموش نکنیم که برنامه موشکی میتونه ابزار دفاعی و بازدارندگی باشه، کمک میکنه به جمهوری اسلامی که پرونده هسته‌ایش رو هم دوباره بازسازی بکنه. یعنی اگر برنامه موشکی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار نگیره، جمهوری اسلامی از اون به عنوان ابزار دفاعی استفاده میکنه که برنامه هسته‌ایش هم به راه بندازه. برای همین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه جلب رضایت آقای ترامپ رو برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی جلب بکنه. سپاسگزارم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه بودند.